اگه همین الان اینو ببینی، شاید 6 ماه دیگه نصف موهات نباشه. نگاه کن به خط رویش مو. این عقب رفتن اتفاقی نیست. یه دلیل پنهان داره که بیشتر مردم دیر میفهمنش و تو احتمالاً همین الان داری انجامش میدی. قبل از اینکه توضیح بدم، حدس بزن کدوم اشتباه ساده باعث میشه موها از ریشه ضعیف بشن؟ تغذیه؟ شامپو؟ یا یه چیز خیلی بدتر؟ جوابش آخر ویدیو تغییرت میده. حقیقت اول، بیشتر ریزش مو از ژنتیک شروع نمیشه، از سبک زندگی شروع میشه و اینو هیچ کس جدی نمیگیره. اما صبر کن، یه عامل هست که حتی دکترها هم همیشه مستقیم نمیگن. استرس مزمن. نه اون استرسی که یک روز داری، اون استرسی که هر روز باهاش بیدار میشی. وقتی بدن تو همیشه در حالت فشار باشه، فولیکول مو شروع میکنه به خاموش شدن، آهسته، بی صدا. ولی این فقط شروع ماجراست. چون یه اشتباه دوم هست که همه انجام میدن. شستن زیاد مو با شامپوهای قوی. فکر میکنی تمیز میشه، اما در واقع چربی طبیعی محافظ مو رو نابود میکنی. حدس بزن بدن چی کار میکنه وقتی این لایه محافظ از بین میره؟ شروع میکنه به خشک کردن ریشه و موها نازکتر از قبل رشد میکنن. اما هنوز بدترش هست. تغذیه‌ای که فکر میکنی سالمه، شاید دشمن موهات باشه. کمبود پروتئین، آهن و ویتامین B مو رو وارد حالت صرفه‌جویی انرژی میکنه. یعنی بدن میگه مو مهم نیست و اینجاست که ریزش شروع واقعی میشه. نه ناگهانی، ولی پیوسته. اما یه چیز عجیب هست. بعضی‌ها همین اشتباهات رو میکنن ولی موهاشون نمیریزه. چرا؟ جوابش در گردش خون پوست سر هست. اگر خون رسانی ضعیف باشه، هرچی هم بخوری فایده نداره. حالا یک تست ساده. وقتی پوست سرت رو ماساژ میدی، حس گرما میاد یا نه؟ اگر نه، این هشدار جدیه. اما صبر کن. هنوز یک عامل مخفی مونده که همه ازش غافلن. خواب بد. مخصوصاً خواب کمتر از 6 ساعت. هورمون‌ها رو به هم میریزه و مستقیم روی ریزش مو اثر میذاره. حالا تصویر رو کامل کن. استرس به علاوه تغذیه ضعیف، به علاوه خواب خراب، مساوی موهای ضعیف. ولی هنوز راه برگشت هست. چون فولیکول مو همیشه کامل نمیمیره. بعضی‌ها فقط خوابش میبره. اگه الان درست رفتار کنی، میتونی دوباره فعالش کنی. اما فقط اگر زود شروع کنی. حالا سوال اصلی، تو جزو کدومی؟ اونایی که فقط نگاه میکنن یا اونایی که تغییر میدن؟ اگر جدی هستی، همین الان لایک بزن، کامنت بگذار، شروع بنویس و سابسکرایب کن. چون این فقط ویدیو نبود، شروع برگشتت بود.